حکومت شهر دوشنبه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان را از مسئولیت ساختمان یک میدانچه ورزشی در محله 33 پایتخت آزاد کرده است. قبلا در رسانه‌های خبری اطلاع پخش شده بود که مولوده قلندرزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از هر یک سودیه طلب کرده است که برای ساختمان این انشاءات در شهر دوشنبه 18,000 سومون مبلغ سپارند. محمد سعید زویدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه روز 26 ینور در جمع خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت در ماموریت شهر نیز از این حالت تنها از صحیفه‌های مطبوعات معلومات پیدا کردند و جای داشتن یا نداشتن آن را تصدیق و یا رد کردن نمی‌توانند. با این وجود زویدزاده گفت شهرداری از اقدام سود عالی اقتصادی در ساختمان این میدانچه ورزشی دست کشید و افزود ما در مکتوبم روان کردیم خواهش کردیم که نسازند دیگر صاحبکار در جای وی ساختن است. با تعیین شدن رستم امامعلی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. حتی اداره و وزارتخانه هایی که کارشان به ساختمان و معماری هیچ ربط ندارد در شهر دوشنبه میدانی ورزشی، راه یا میدانچه های کودکانه را بنیاد کردند. سال گذشته در شهر دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شد.